امروز 12 نوامبر است و در این صبح بر وقت با همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ. ساعت با وقت اینجا 7 است. امیدوارم هر جایی که دنیا هستید صحت و سلامت باشید و مدت چند دقیقه دیگر در نویدی بامدادی برایتان از روزهای تاجیکستان و جهان میگم. اما نخست میبینیم که آب و هواشناسان برای امروز چگونه هوا را پیش بینی کردند. در پراگ هوای بارانی در نظر است. احتمال میرود که روزانه حرارت به 5 درجه برسد. در مسکو امروز هوا ابری خواهد بود. گرمی در دوام روز به 7 درجه برابر می شود. در دوشنبه هوا آفتابی است. آب و هواشناسان برای امروز 16 درجه گرمی را پیشگویی کردند. و حالا رو میارم به موضوعی که طول چند روز اخیر شما بینندگان عزیز در این باره زیاد از ما میپرسید، درباره وضعیت در ترسونزاده. باید گفت که انتقال نظامیان به دره شرکت نویه ترسونزاده و پرواز چرخبال و چوره‌های شدید امنیتی در این منطقه روز 9 نوامبر میان مردم سر و صداهای گوناگون را به میان آورد. بعضی از ساکنان از احتمال رخ دادن درگیری در این دره هم مرز با ازبکستان نگران شدند. مقامات اظهارات رسمی ندادند، اما در صحبت‌های علیحده هر گونه زد و خورد را رد می‌کنند. روز 11 نوامبر در سرایست نیروهای مرزبانی تاجیکستان در جواب به سوال‌های با تکراری رادیو آزادی در این باره گفتند کارهای پروفیلاکتیکی بود، هیچ حادثه رخ نداده است. در وزارت کارهای داخلی گفتند تیر یک شکارچی سبب اعزام نیروها به ترسونزاده شد. تصدیق درستی این خبرها از منابع مستقل غیر امکان است. خبرنگار رادیو آزادی روز دوشنبه به دهه گلخسی دره شرکت نویه ترسونزاده رفت و درباره سر و صداهای اخیر از ساکنان و مقامات این محله پرسان شد. از روی اساسی شهر ترسونزاده تا دهه گلخس بیش از 14 کیلومتر است. مردم دهه میگویند از مکان زیستی آنها تا خط مرز نیز راههای ولنگار و تپه‌های دشوارگذر میباشد و اگر حادثه هم رخ دهد فهمیدنش بسیار مشکل است. چند ساکنی دیگر با رادیو آزادی گفتند غیر از حضور نظامیان چیزی فوق‌العاده را مشاهده نکردند. اسکندر سلیمانی سخنگوی سرایست نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت در نویه ترسونزاده یگان حادثه رخ نداده است و تنها یک پروفیلاکتیکا بود. در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند نزدیک به مرز ازبکستان منطقه شکاری است و هنگامی که از اونجا صدای تیر بلند شد بانگ خطر زدن نیروها رو سفربر کردند. بعد از یک ساعتی دقیق شدن اصل واقعه که صدای تیر شکارچی بوده است نیروها دوباره به جای خود برگشتند. گفتند در وزارت دهه گلخس در دره واقع است که آخر آن به مرز دولتی ازبکستان میرسد. انتقال نیروی علاوگی و راهاندازی تدبیرهای شدید امنیتی در ترسونزاده پس از 3 روز حمله به دیدبانگ‌های اشغابات نویه رودکی صورت گرفته است. مقامات تاجیکستان روز 6 نوامبر شماره نظامیان کشته شده را در حمله خونین به دیدبانگاه 2 و حمله‌وران کشته شده را 15 نفر اعلام کردند. روز 8 نوامبر دویش حمله به دیدبانگاه اشغابات را بر عهده گرفته به واسطه وبسایتش اعماق ادعا کرد که در حمله 10 سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشته است. مقامات به این ادعای دویش پاسخ نگفتند. پرزیدنت‌های کشورهای عضو سپاه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی روز 28 نوامبر در قرقیزستان گرد هم می‌آیند. در این باره از مرکز مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان خبر دادند. سورونبای جینبکوف پرزیدنت قرقیزستان با وزیر کارهای خارجی‌اش چینگیز ایدربکوف آمادگی به برگزاری جلسه شورای سپاه را بررسی کرد. قرار است همچنین پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف روز 27 نوامبر به قرقیزستان سفری دولتی انجام بدهد. روز 28 نوامبر جلسه شورای سپاه برگزار و در آن رهبران بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و سروزیر ارمنستان شرکت خواهند کرد. سپاه در سال 1992 تأسیس شده. عین حال قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و بلاروس اعضای آن هستند. سپاه با هدف تقویت صلح، امنیت و استواری در منطقه و جهان، حفظ دست جمعی استقلال، یگانگی مرزی و تمامیت ارضی کشورهای عضو تأسیس یافته است. یک جوان از نویه شهری نو میگوید کارمندان کمیسریت نظامی نویه از صبح 11 نوامبر غیر قانونی به خانه آنها در آمده و خواستند که او را برتش برند. علیشیر قاسمی 25 ساله ادعا دارد که برای معالجه معده‌اش از روسیه به تاجیکستان برگشته است. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن توزیع کمیسریت حربی و شعبه امور داخلی نویه شهری نو نتیجه نداد. مقامات وزارت دفاع میگویند کسی را از راه و بازار و یا در داخل خانه بازداشت کرده برتش
پیش نمیبرند چون بر اساس قانون ممکن نیست. اما علیشیر قاسیموف در صحبت با رادیو آزادی گفت چندی از کارمندان کمیساریات به اجازه وارد خانهشان شده به قول او کودکان و زنان عائله را ترسانیدند. قاسیموف ویدیویی را به رادیو آزادی فرستاد که لحظه دعوا و کشمکش دو زن را با کارمندان میلیسا نشان میدهد. در ویدیو دیده می شود زنان فریاد میکشند و کارمندان میلیسا یک جوان دیگر را که به گفته علیشیر قاسیموف برادرش است به ماشین سوار کرده میبرند. علیشیر قاسیموف گفت ماموران میلیسا برادرش را که در ارتش خدمت کرده است بعداً جواب دادند. به قول مصاحبه رادیو آزادی بار دوم است که کارمندان کمیساریات نظامی غیر قانونی به خانه آنها آمده میخواهند او را به ارتش برند. باید گفت که جلب مجبوری جوانان به ارتش در زبان عامه با نام ابله یا سربازشکار مشهور است. امسال در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای زیادی نشر شد که در آنها ساکنان ادعا کردند نزدیکانشان را مجبوری به ارتش بردند. مقامات پیوسته وجود ابله را رد می‌کند. عین زمان بر اساس قانون اگر جوان دعوتنامه به ارتش را امضا کرده و به کمیساریات حربی نرود، مقامات انتظامی حق دارند او را مجبور به کمیساریات حربی حاضر کنند. در تاجیکستان موسم تیرمایی دعوت به صف نیروهای مسلح ادامه دارد و آخر ماه نوامبر به پایان میرسد. به اطلاع وزارت دفاع نقشه دعوت جوانان به ارتش بیش از 80% اجرا شده است و این مرکه در مقایسه با سالهای پیش به گفته باز مقامات بهتر و خوبتر راه اندازی گشته است. ولی کارشناسان مستقل که مسئله جلب جوانان به ارتش را پیوسته نظارت میکنند میگویند نظر به سالهای پیش شکایت و نگرانی های بیشتر در دعوت بهاری و تیرماهی محض امسال به مشاهده رسیده است. حالا رو میاریم به خبرهای جهانی. نیروهای اوکراین و جدایی‌خواهان رو به مسکو نیروهای خود را در شرق اوکراین از خط جبهه دور کردند. این تصمیم یکی از چاره‌های احیای اعتماد طرفین ارزیابی شده راه را برای ملاقات چهارجانبه سران کشورها برای ختم نزاع در شرق اوکراین باز می‌کند. در نزاع شرق اوکراین که در ماه اپریل سال 2014 شروع شده است بیش از 13000 نفر به هلاکت رسیدند. منصبداران افغانستان میگویند سه عضو بلندپایه گروه جنگجوی شبکه حقانی در زیر نظر امریکا به قطر فرستاده میشوند و در جواب یک امریکایی و یک معلم استرالیایی از اسارت گروه جنگجوی رها میگردند. این تبادل راه را برای مذاکرات مستقیم با طالبان باز خواهد کرد. به قبل منصبداران سه جنگجویی که آزاد میشوند انس حقانی، حفیظ رشید عمری و حاجی میلیخون میباشند. در مقابل این سه نفر شهروند امریکا کوین کینگ 60 ساله و تیموتی ویکسی 48 ساله که شهروند استرالیا می باشد از اسارت گروه طالبان رها می گردند. بازم برمیگردیم به خبرهای مربوط به تاجیکستان. خبرگزاری دولتی خاور می نویسد که از بلاروس به تاجیکستان 300 تن گوشت وارد کرده می شود. این اقدام با سپارش شهرداری دوشنبه عملی شده. هدف از آن تامین بازارهای پایتخت با گوشت بلند صفت و ارزان و معتدل نگاه داشتن نرخ ارزیابی کرده می شود. الکی 20 تن گوشت گاو وارد کرده شده است. همزمان مقامات داخلدار برای در محله های سرحالی شهر دوشنبه تأسیس رسته و دکان‌های گوشت فروشی موظف کردند. بنا به معلومات وزارت کشاورزی در جمهوری سال روان استحصال گوشت 73996 تن را تشکیل داده است. لازم به یادآوری است که بالاروی پیوسته قیمت گوشت مخصوصا در استانه عید و جشن‌ها بیشتر از همه ساکنان میان حال و کمبیزایت را در کشور عصبی می‌کند. حالا در بازارهای کشور 1 کیلو گوشت از 50 تا 70 سومانی ارزش دارد. گوشت فروشان بالاروی را به نرخ گران چاروا و بخصوص خوراک آن ربط می‌دهند. مقامات امروز چند دفعه برای به اعتدال آوردن نرخ گوشت و چاره‌های را عملی کردند ولی کارشناسان میگویند موفق نشدند. فعلا اهالی تاجیکستان اساساً از حساب چوروای خودی با گوشت تامین می شود و طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان بیش از 7 میلیون سر گاو و گوسفند را پرورش می کنند. رئیست کارهای داخلی شهر دوشنبه نواری را که در آن بلاگری جوان برای سنجش صداقت دوست دختر او را به ملاقات به پرداختگاه عمومی میبرد سنجیده علیه او پرونده مأموری باز کرده است. این سنجش مقامات در پی نگرانی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است که خواستار مجازات بلاگر برای پس زدن شأن و شرف زنان بودند. بلاگر اهل‌دین بقولف پرانک را نشر کرد که در آن دوست دخترش را به ملاقات دعوت کرده
آیا برای سنجش صداقتش چشمانش را بسته به پرتوگاه عمومی پایتخت میبرد. در نوار دیده می شود که بعد گشودن چشم او جوان دختر خود را میانی پرتوگاه دیده با دشنام به جوان از جای ثبت ویدیو فرار میکند. بلاگر در آخرین نوار این فرار را همچون عدم صداقت دختران به پسران ارزیابی کرده است. بعد از این کاربران شبکه‌های اجتماعی جوان را برای این کارش سرزنش کرده برخی خواستند مقامات این عمل بلاگر را چوراندیشی کند. مقامات امور داخلی دوشنبه میگویند مشخص کردند که جوانی در نوار بوده اهل‌دین بیقولов ساکن 29 ساله و جوان دختر ماهرو زیادالله‌وی 21 ساله ساکن پایتخت میباشند. به گفته مقامات پرسش نامبردگان معین کرد که نوار مذکور با اجازت و خواهش خود جوان دختر ثبت شده. آنها میخواستند با این را مشهور و با گذاشتن آن در سامانه‌های اجتماعی مبلغ به دست آورند. باید گفت که در 3 ماه اخیر این دومین حادثه است که بلاگرها برای پخش نوارهای بی‌آبرو کننده زنان مجازات میشوند. تحلیلگران میگویند اگر از یک جانب این جوانان در ویدیو بلاگ‌های خود از مشکل جامعه میگویند، اما از طرف دیگر برای پیدا کردن محبوبیت در شبکه‌های اجتماعی و به دست آوردن مبلغ به حریم خصوصی دیگران دخالت و حقوق آنها را پایمال میکنند. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای امروز یادآور میشویم که از سوی بانک ملی این گونه تعیین شده است: $1 9 سومانی و 69 درم است، 1 یورو 10 سومانی و 70 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 151 سومانی و 50 درم، یعنی نسبت به روز گذشته 20 درم پایین رفته است. تشکر میگم که طول چند دقیقه ما رو تماشا کردید، با خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا شدید. من شما رو در امروز حتما منتظر میشم با خبرهای تازه و گزارش‌های روز از تاجیکستان و جهان. ما رو پیگیری کنید و روز خوب داشته باشید.